خب دوستان، ما توی ویدیوی قبل انواع هجاها رو معرفی کردیم. انواع هجا شامل هجای کوتاه بود که علامتش این میشه، هجای بلند که علامتش اینه، و هجای کشیده که علامتش یک علامت هجای کوتاه و علامت هجای بلند در کنار هم دیگه است. فقط توی ویدیوهای قبلی من یکی از اسلایدها رو دیدم که توی اینستا دیده نمیشه. اگر احیانا نیاز داشتید که این اسلاید رو ببینید، من فایل رو توی کانال تلگرام آپلود کردم و لینک کانال توی بایو هستش، میتونید ازش استفاده کنید. خب میریم سراغ تقطیع هجاها. خب پس گفتیم هجای کوتاه علامتش اینه، هجای بلند این و هجای کشیده این. خب حالا میریم سراغ این که چطور میتونیم یک بیت رو تقطیع کنیم. خب بیتی که اینجا اومده یک بیت از حافظه: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اولین کاری که شما باید برای تقطیع هجایی یک بیت بکنید اینه که اونو به صورتی که شنیده میشه بنویسید، اون طوری که تلفظ میشه باید بنویسیدش. مثل اینجا که من نوشتم، هجاها رو دونه دونه از هم جدا میکنیم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. خب پس دقیقاً به صورتی که شنیده میشه باید اول هجاها رو بنویسیم. بعدش میایم دونه دونه نگاه میکنیم که هجاها کدومشون بلنده، کدوم کوتاه و کدوم کشیده، و علامتش رو زیرش میذاریم. مثلا بی یک صامت به اضافه یک مصوت بلند. پس چی میشه؟ میشه یک هجای بلند. فرمول صامت به اضافه مصوت بلند هجای بلند میشه، درسته؟ یا هم دقیقاً همینه، یک صامت و یک مصوت بلند. تا هم همینطور. گل فرمول دیگه مصوت بلنده، یعنی میشه صامت مصوت کوتاه صامت، سی بی سی. و مصوت کوتاه یک صامت و یک مصوت کوتاه گفتیم که میشه هجای کوتاه، درسته؟ رف دقیقاً فرمولش مثل گله، سی وی وی کوتاه سی. شا صامت مصوت بلند، نی صامت مصوت بلند، مو صامت مصوت کوتاه که میشه هجای کوتاه، می صامت مصوت بلند، در صامت مصوت کوتاه صامت، سا صامت مصوت بلند، ق صامت مصوت کوتاه رن صامت مصوت کوتاه صامت، دا صامت مصوت بلند، و زیم صامت مصوت بلند صامت. اینجا هجای کشیده است. گفتیم که صامت مصوت بلند و صامت میشه هجای کشیده. وقتی که علامت هجاها رو نوشتیم، اون موقع میایم چیکار میکنیم؟ میبینیم آیا نظمی در این هجاها وجود داره یا نه. ببینیم مصرع دوم که نگاه میکنی میبینی که یک مصوت کوتاه سه تا بلند، یه دونه کوتاه سه تا بلند، یک کوتاه سه تا بلند. پس میبینیم که یک نظمی درش وجود داره، درسته؟ اما یه جاهایی هم این نظم به هم خورده. مثلا توی مصرع اول ما اولش باید مصوت کوتاه داشته باشیم، یا مثلا توی هجای آخر ما باید به جای هجای کشیده هجای بلند داشته باشیم. پس اینجا یک استثناء یا یک اختیار شاعری باید وجود داشته باشه. توی این بیت ما دو تا استثناء داریم، ولیش اینه، این بیه. چرا؟ مصوت بلند ای اگر قبل از یا بیاد تبدیل به مصوت کوتاه میشه. ببین ما مثلا میگیم بیدارم، ای بلند تلفظ میشه، ولی وقتی میگیم بیا، ای خود به خود تبدیل به مصوت کوتاه میشه. پس ما اینجا یک استثناء داریم. استثناء چیه؟ اگر مصوت بلند ای قبل از یا بیاد میشه مصوت کوتاه. بنابراین اینجا مصوت بلند رو خط میزنیم و به جاش کوتاه میذاریم. خب پس این از این. میریم سراغ هجای آخر. اینجا هم یک استثناء داریم. استثناء چیه؟ هجای آخر مصرع فرقی نمیکنه که کوتاه باشه، بلند باشه یا کشیده. در هر صورت ما اونو بلند حساب میکنیم. بنابراین اینجا هجای کشیده رو خط میزنیم
و به جاش بلند میذاریم و بیت پایینی هم، مصرع پایینی هم دقیقا همینطور باید به جاش بلند بذاریم. در مورد اختیارات و استثناءات شاعری شاید اولش به ظاهر پیچیده بیاد، اما اینطور نیست. کمی که تمرین کنیم میبینیم که اتفاقا تموم اختیارات شاعری رو حتی با گوش هم میشه تشخیص داد و ما در نهایت باید عروض رو سماعی یاد بگیریم. یعنی الان فقط با تئوریش آشنا میشیم و بعد به صورت سماعی تمرین میکنیم که به محض اینکه وزنی رو شنیدیم بتونیم تشخیص بدیم که چه وزنیه. خب پس نظم این هجاها چطور شد؟ کوتاه بلند بلند بلند، کوتاه بلند بلند بلند. یعنی چی؟ یعنی تتن تن تن. کوتاه و با تنشون میدیم، بلند و با تن. وزنش چی میشه؟ تتن تن تن تتن تن تن تتن تن تن تتن تن تن. مفاعیل 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 مفاعیل. بیا تا گل مفاعیل، برافشانی مفاعیل، ممی درسا مفاعیل، قراندازی مفاعیل. فلک را سق مفاعیل، فبشکافی مفاعیل، مترهینو مفاعیل، دراندازی مفاعیل. و به این صورته که وزن شعر رو ما به دست میاریم و وزن شعر 4 بار مفاعیلون.